آقا ادیت این ویدیو پدر منو در آورد. راستی سلام عرض شد. چرخ جدیدم رو مشاهده میکنید و بله بردنه. این بردنه رو من از روزی که سفالگری شروع کردم میخواستمش. بلبرینگی واقعا بردنه خوبیه و من خیلی از خریدنش خوشحال شدم. اینجا تخت ابزار شوهرم برام نصب کرد و شروع کردم به تغییر دکوراسیون اتاق و چیزایی که خریده بودم و چیدن. بله اون سانسوری که میگفتم اینجاست که واقعا سخت بود. دیگه اتاقو کلا تغییر دادیم، میزمو بزرگتر کردم، یه عالمه وسیله جدید اضافه شده بود که باید جا میدادم توی ذره اتاق. دیگه تمیزکاری و اینم اتاق من در نهایت تا اینجا. و این پارت 4. دیگه پارت 5 پارت آخره که من یک سری ارگانایزر خریدم که گلام و لام و اینا رو همه رو داخلش گذاشتم و اتاق دیگه کلن جمع و جور و ترتمیز و خوشگل مشکل شد. چطوره؟ مرسی که لایک میکنی.